برادر و خواهر بی‌نماز، من یک برادر ایمانیت برای تو از جانب خدا و آفریدگارت یک پیام دارم. پیام خداوندی که از پدر و مادرت مهربانتر است. آن را به گوش عبرت بشنو و به دوستانت آن را بفرست. برادر و خواهر بی‌نماز، فراموش نکن که خداوند در قرآن عظیم الشأن بی‌نمازان را وعید سختی کرده است. خداوند در آیه های 42 و 43 سوره مدثر از حال دوزخیان خبر می دهد که روز قیامت بهشتیان از دوزخیان می پرسند. خداوند می فرماید: استعیذ بالله ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یعنی چه چیز این گونه شما را به سوی دوزخ کشانید؟ یعنی به کدام گناه شما به دوزخ رفتید؟ در جواب آنها می گویند که ما از جمله نمازگزاران نبودیم. همه گناهان سبب داخل شدن به دوزخ می شود، اما خصوصی گناه بینمازی را ذکر کردن در این آیت دلالت بر آن می کند که گناه بینمازی خیلی خطرناک و سنگین است. و نیز در آیت‌های 4 و 5 سوره ماعون چنین می‌فرماید: استعیذ بالله فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس ویل است برای نمازگزارانی که از نمازشان غافلند. یعنی پروای نماز ندارند و کار و بار دنیا را از نماز مهمتر می دانند. نماز می گذارند ولی آن را در وقتش نمی گذارند. در این آیت خداوند ویل برای بینمازان نگفت، بلکه ویل برای نمازگزاران گفت. آن نمازگزارانی که نماز را در وقتش نمی گذارند و قضا کرده می گذارند. اگر حال نمازگزارانی که نماز را به عذر قضا کرده میگذارند و نسبت نماز بی پروا هستند، حال آنها اگر چنین باشد، پس حال کسانی که اصلا نماز نمیگذارند و به بینمازی عادت کرده اند چی می شود؟ پناه به خداوند. برادر و خواهر عزیز، به خود بیا و از بینمازی توبه کن. شاید زمان فرا رسد که بخواهی نماز گذاری ولی نتوانی. مبادا توبه نکرده از این دنیا بروی و معاقب دوزخ شوی. بسیار جوانهایی بودند که به مثل تو می گفتند که یگان روز توبه کرده انسان با نماز می شوم، ولی اجل آنها را نگذاشت و آنها بی نماز از دنیا رفتند. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على من اتبع الهدى. دشمنان ما همیشه در رصدگاه و کمین، تا که بستانند از ما سنت و قرآن و دین. ره رو به راه محمد باش و اصحاب کرام، باد بر آنها دروده بی عدد هر صبح و شام. پاک کن گرد و غبار از روی قرآن مجید، تا پس از شام جهانت روشنی گرد پدید. تا شب فصل خزانه مسلمی فصل بهار.